جایی که ما هستیم یه فرودگاه متروکه بوده و الان تبدیل شده به پارک و امروز قراره که اینجا خواهی موشک بازی کنیم. کاندیدای ما علیگرزی، امیر و آرمان و قانون ویدیو امروز اینجوریه که من با اسکوتر و با درون هوایی میام دنبالتون. بچه‌ها از همین الان 10 دقیقه وقت دارید. خداحافظ شما. حالش 1 ساعت دیگه تمام میشه. من برنده میشم. آجی اینجا این همه آدم چیزی میخواد مهران خدایی پیدا بکنه ما رو. بچه‌ها ساعت الان دقیقاً 7:33 است و بچه‌ها 10 دقیقه وقت دارن تا قایم بشن و اینجا خیلی بزرگه. واقعاً پیدا کردن بچه‌ها اینجا خودش یه چالش کاملا بزرگیه. بچه‌ها ایده که من دارم اینه که برم سمت یه گروهی که 15 تا 20 تا سیبیل مثل خودم بچه‌ها هستن و لابلاش چی قایم بشم و هودیمو با یکیشون عوض کنم. امیدوارم یکی پیدا بکنم همچین استراتژیکمو بتونن چی پیاده سازی بکنم. هنوز مهران بچه‌ها اونجا وایساده. علیگریزی رفته اونور سمت راست من، امیرم رفت سمت چپ، من فقط وسطم. بچه‌ها من تنها شانسی که میتونم بیارم اینه که یه خانواده ایرانی یا افغان که فارسی زبان باشن اگر پیدا بکنم میتونم برم پیششون بشینم و استتار بکنم به جورایی و عمرم مهران بتونه منو پیدا بکنه. بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید. اگه کاش میتونستم اینا اجاره کنم برم قایم شم. ولی خب امکانات کمی داره. مهران با اسکوتر قرار بیاد دنبالمون و جایی که من میخوام برم دقیقاً زیر اون گنبد است. اونور یه آشینوی هواپیماه، پشت شمس سول است. اونور میتونم برم قایم شم. راه. بچه‌ها من نزدیک جمعیت شدم. اگه بتونم یه اکیپ چیزی پیدا کنم مثلا لای اونا بشینم یا خودم استتار کنم خیلی خوب میشه. متاسفانه هیچ کس رو نمیبینم. من هیچ خانواده‌ای نمیبینم که اینجا فارسی حرف بزنم بتونم برم پیششون. خب بچه‌ها ما الان رسیدیم به مکانی که من بعد لابلای این جمع بچه قایم بشن و بوی کباب و این چیزا فرا گرفته منو. حواس کباب کردم من. یادم جمعیت بچه‌ها نیست. فکر کلی جمعیت اینجا خیلی کمه. بعد دقت کرده باشی همشون خارجی و سمت نمیدونم خاورمیانه و این چیزا هست. هیچ آلمان اینجا پیکنیک بچه‌ها انجام نمیده. خب بچه‌ها من دارم نزدیک این فرودگاه میشم. نگاه کنید این فرودگاهه که الان روبروتون می‌بینید. توش کلی هواپیماه. البته اینجا الان غیر قابل استفاده است و تقریبا متروکه شده. الان جایی که می‌خواستم قایم شم این پشت بود. ولی اگه مهران اینجا درون بده بالا مطمئناً جایی که من الان هستم من راحت پیدا می‌کنم. و چون وقت زیادی هم ندارم و اینجا خیلی بزرگه و خیلی جاهاش هم خالیه، مجبورم یه جوری برم خودمو لای یا جمعیت قایم کنم یا اینکه یه جایی برم که مطمئن باشم مهران نمیتونه منو پیدا کنه. آقا همونطور که دارم می‌بینی من جمعیت دور شدم. متاسفانه هیچ خانواده یا 4 تا اکیپ مثلا ایرانی و فارسی زبان نتونستم پیدا کنم. ولی اومدم این ته، اومدم این قسمت هیچ کسی نیست. ولی اینجا میتونم برای خودم چیل کنم، مثلا برم پشت اون بوته. من دقیقاً میتونم اینجا بشینم. اینم جمعیت، دود کباب و اینا هم که می‌بینی اون ته مهرانم قراره از اونجا درون بفرسته ما رو پیدا کنه. من همینجا برای خودم میشینم ببینم میتونه ما رو پیدا کنه یا نه. کجا برم قایم شم؟ هیچ جا ذهنم نمیرسه. هر چیم جلوتر میرم فراتر میشه. ولی وسطا یه جایی بشینم که مهران حداقل با اسکوتر که میاد نتونه منو پیدا کنه. 3 تا دختر اونجا نشستن. فکر کنم بعد برم به اونا بگم که در حال بازی کردن بذارید من بشینم اینجا. سلام بذارم رو پاهاتون که درون منو نگیره. یعنی فکر کنم ایرانی بودن شنیدم. آقا واقعا هیچی به ذهنم نمیرسه. تنها جایی که میتونم استتار کنم اون جنگل روبروم. خب من الان کل اینجا دارم میگردم و نمیدونم سمتش گروهی برم. یه 4-5 تا سیبیل دیدم بذارم سمت اینا ازشون بپرسم اونا قبول میکنن یا نه. Hey Jungs, ich mache so ein Video-Challenge mit meinem Freund. Wir machen so ein Versteckspiel. Kann ich hier also verstecken? Kannst du machen. Habt ihr so eine Jacke, damit ich mich umziehen kann? Eine Jacke, was andere Hoodie. Ja, geil. خب بچه‌ها ما گرفتیم. Sag alle subscribe کنید. Subscribe کنید. abonnieren diesen Kanal ja. خب بچه‌ها الان که پشمایم بچه‌ها ریخته من اینجا لباسم عوض کنم. پشمو بچه‌ها علیگریزی اونجاست رفته داره لباسش عوض میکنه. تیشرت قهوه‌ای خودشو در آورد داره لباس آبی میکنه تنش. دهن سرویس علیگریزی به نظرم فکر خوبی بود زد به سرش. بچه‌ها هودیمو دادم به یارو پسره تا بذار داخل پلاستیک هودیمو آواره کلا. آقا وقتی اومد من داشتم با پسر صحبت می‌کردم. اون شراف einfach hier hin. Genau. Und gewinnt kriegen wir alle 200 Euro, oder? Nein, ihr seid so viele Leute. خب بچه‌ها کامرا من اینجا میذارم وقتی که اومدش و خودم بچه‌ها میخوام دیگه. ببین عمرناش مهران منو پیدا بکنه. آقا 10 دقیقه ما بالاخره تمام شد. از همین الان من میتونم بگم دنبال بچه‌ها. بچه‌ها اولین کاری که من میخوام انجام بدم اینه که درونم میخوام بفرستم تو هوا و ببینم که میتونم بچه‌ها رو پیدا کنم یا نه. از جایی که اینجا فضاش خیلی بازه با درون شانس خیلی بیشتری دارم. امیدوارم با درون بتونم پیداشون کنم. که اولین مشکلی که ما داریم اینه که من با درون زیاد نباید برم بالا، چون اگه زیاد برم بالا اصلا پایین درست معلوم نمیشه و نمیتونم بچه‌ها رو تشخیص بدم. وای آقا با درون واقعا خیلی سخته. من کلی خانواده دارم میبینم ولی بچه خودمون اصلا نمیبینم.
ببینم. حتی دوربینو زوم هم میکنم کیفیت میاد پایین و درست حسابی بچه‌ها رو نمیتونم ببینم. اگه من جای بچه‌ها بودم اولین کاری که می‌کردم این بود که میرفتم پیش یکی از این خانواده و کنارشون میشستم. واسه همین من دارم سعی میکنم که بیشتر خانواده‌ها رو بگردم. بچه مهران همین حالا درونشو فرستاده، اینهاش دارن میبینمش تو آسمونه. رفت اون اینهاش داره میره، شما نمیبینی تو دوربین ولی من دارم میبینم. اوه یه درون دیگه اینجا، نکنه این مال مهرانه. آقا من گیج شدم، اینجا درون زیاد است متاسفانه. مردم آوردن همین تو آسمون ول دادن، دارن بازی میکنن، فیلم میگیرن. من اصلا نمیتونم تشخیص بدم درون مهران کدومشه، چون از دور فقط یه نقطه میبینم. یا اول فاز حاجی این کاری که داره میکنه بیشتر از زایه داره میکنه من جای من رو. ولی حاجی اینا دارن سر منو خورن. ای کاش میرفتم یه جا دیگه قایم میشدم. خیلی صحبت میکنن، سر منو خوردن بابا. من واسه همین الان گیو اپ بزنم. وای حاجی الان به قرآن یکی میاد یه سکیوریتی میاد اینا رو جمع میکنه. حتی من با درونم سمت راست کامل گشتم، هیچ کدوم از بچه‌ها رو نتونستم پیدا کنم. این وسط هم گشتم کسی رو نتونستم پیدا کنم و حدس من اینه که بچه‌ها سمت چپ هستن. ولی حدس دوم من اینه که اینا رفتن قاطی جمعیت شدن. اینا خیلی باهوشه. رفتن قاطی جمعیت شدن، من نمیتونم پیداشون کنم. این بده. یه مشکلی هم که این درون داره اینه که وقتی که درون تو هواست اگه بچه‌ها لباساشون عوض کرده باشن من به هیچ عنوان از رو صورت نمیتونم تشخیص بدم، چون که اصلا درستشون نمیده صورتو، کیفیتش در اون حد نیست. به نظر من بهترین آپشن اینه که من دیگه وقت از دست ندم، سوار اسکوترم بشم و برم تمام این محدوده رو بگردم به امید اینکه بچه‌ها رو پیدا کنم. بچه‌ها بهتره که وقت تلف نکنیم و بریم دنبال بچه‌ها، بریم ببینیم که بچه‌ها کجا قایم شدن. خدا شکر من با پای پیاده نیستم، با اسکوترم و اینجوری خیلی راحت‌تر میتونم پیداشون کنم. بچه‌ها اول از همه ما بریم سمت راست رو بگردیم، یعنی دقیقاً اینجا و بعدش بریم سمت چپ، چون که بیشتر خانواده اینجا سمت راست هستن، سمت چپ خیلی خالیه و اینجا رو من باید قشنگ بگردم ببینم که بچه‌ها تو کدوم سوراخ موشه قایم شدن. بچه‌ها مهران رو من دیدمش از ته رو اسکوتره داره دنبال ما میگرده. وای بچه‌ها اون ته دقیقاً نمیدونم میتونیم ببینیم یا نه. اینجاست آبی پوشیده می‌بینی. خب بچه‌ها بعد از کلی گشتن بهترین جا رو اینجا پیدا کردم، چون که نکنید از این محدوده اسکوتر خیلی کمتر رد میشه و اینجا آخرشه و من دارم میرم دقیقاً پشت این بوتا اینجا. یس همینجا نشینم ببینم مهران چجوری میخواد منو پیدا کنه. دوستان بهش زنگ بزنم اصلا. الو امیر، عمو مهران، جان دلم، عمو مهران یه جایی هم من. ببین اگه منو پیدا کردی جایزه داری. آخرین کسی که گندگوزی کرد مرد. ببین حالا بگرد دیگه، من 3 روزم میتونم اینجا بمونم. قشنگ 45 دقیقه دیگه وقت دارم، پیدات میکنم. ببین عمرم پیدا کنی. بای بای. آقا بچه‌ها کجا میتونن رفته باشن؟ من کل این پارکو میگردم، ولی اگه شده مو به موی این پارکو میگردم، ولی بچه‌ها رو پیدا میکنم. حالا نگاه کن. حاجی یکی داره میاد، یکی داره میاد. بچا مهران رو دارم میبینم. مهران رو دارم میبینم بچا. اینهاش این مهرانه. باته کم یه من یه کم من یه. با آله کم وای آقا یه نفر اینجا قایم شده، یکی لوش داد. حاجی سرشون نمیشناسه. کی پایینه؟ قیافه رو. علی لوت دادن اینا. بابا همینش فقط یا ببینم بچه‌ها مهران رو دیدمش دوباره. وای سمت علی گریزیه. علی پیدا کرد. بچه‌ها قشنگ میتونم بفهمم سناریوش چی بوده. علی داشت یکی رو دنبال میکرد، فکر کنم اون پسر لوش داده. اوکی علی گریزی تو رو پیدا کردم. بابا چی منو پیدا کرد؟ این منو لو داد. ببین ولی حد زدم یه نفر اومده اینجا بین خانواده قایم شده. یا کامرامان هم داره. اصلا علی گریزی رو که ما تونستیم پیدا کنیم. 2 نفر دیگه موندن. 2 نفریه کجا میتونن باشن؟ این تک فکر نکنم کسی رفته باشه، ولی میریم اون سر میزنیم و تنها آپشنی که میمونه این سمت چپه که سمت چپ هم بستن. خیلی سخته جو بخوای یه نفر رو پیدا کنی. بچه‌ها واقعا من اینجا هیچ کس رو نمیبینم، یعنی هر کی من دارم میبینم شبیه بچه‌های ما نیست استایلش. یه حسی بهم میگه دارم وقتمو تلف میکنم. این روبرو مطمئنم که نیستن، احساس میکنم همشون رفتن سمت چپ. آرمان بیا جامونو لو بدیم. تو کجایی؟ منم بهت میگم من کجا. من میدونم تو کجایی، من دارم میبینم تو رو. واقعا؟ آره. وای دهنت سرویس. فکر کنم بزرگترین اشتباهاتم الان انجام دادی. چند وقت میگردم دنبالت. من توی اکیپم. وای چرا همتون میرید تو اکیپ قایم میشید؟ مگه کی توی اکیپ قایم شده بود؟ علی گریزی پیداش کردم. علی جدی علی گریزی رو پیدا کردی؟ بله. او چقدر دیگه خنگه. اوکی آرمان ببین هر کاری میخوای بکن، ولی تا چند دقیقه دیگه پیدات میکنم. لیتس گو.
بچه‌ها من این مسیر رو کاملا برگشتم و تا الان واقعا هیچ کس نذاشتم ببینم به جز علیگریزی. الان دارم میرم دقیقاً همون سمت چپی که بهتون گفتم و امیدوارم که اینجا بتونم حداقل آرمان یا امیر رو پیدا کنم. اوکی خب بچه‌ها من کلی اینجا نشستم. مهران هنوز نیومده. نمیدونم کی میخواد بیاد ولی چیل کردم. جامم راحته، هیچ مشکلی هم ندارم. اینورم موزیک گذاشتن، اینورم صدای پرنده‌ها و نشستم روی چمن‌ها. خیلی دارم حال می‌کنم. آقا ما سمت چپ فرودگاه کامل گشتیم و هیچ کس ما نتونستم پیدا کنم. سمت راست فرودگاه گشتیم. تنها جایی که میمونه همین باند اصلی فرودگاه است و بچه‌ها یا بعد سمت راست یا بعد سمت چپ اینجا باشن. شاید هم رفتن آخر این فرودگاه، من نمیدونم. ولی حدس می‌زنم یا بین خانواده استتار کردن یا چه می‌دونم یه جای استتار کردن که من اصلا پیداشون نمی‌کنم. خب بچه‌ها من جامو تغییر دادم چون که اونجا خسته شدم. تقریبا تایم مهران داره تموم میشه و من باید مسیر مستقیم برم. دارم میرم به سمت برعکس مهران، یعنی مهران اونوره. من دارم میرم به سمت مخالفش، همون دم اون سولایی که از اول اومدم ازش. تا الان که مهران پیدا نکرده. خب آقا یه خبر خیلی بد. شارژ اسکوتر من تمام شد و من تمام این منطقه رو گشتم. بعد علیگریزی رو تونستم پیدا کنم. اونم خودش پیداش نمی‌کردم. دوستاش لوش دادن. آقا یه زنگ بزنیم به بچه‌ها بهشون اعلام کنیم که برنده شدن. امیر بیا همونجایی که ویدیو رو شروع کردیم بیا. من خستمه، از رو خستگی دیگه من گیواب میکنم. فوراً داد بزن گیواب کردی. نه دیگه اسکوترم خسته است. بیا. از منم نمیاد. زاجی اسکوتر من شارژ نداره. بیا میرم بابا. بچه‌ها خیلی باخت بدی دادیم به امیر. ان شاءالله تو چالش بعدی جبران کنیم. یه زنگ به آرمان هم بزنیم. بچه‌ها مهران داره زنگ میزنه. الو یو بیا که چالش رو بردی دهنت سرویس. بردم؟ واه چرا اینقدر تو خنگی؟ من چیکار کنم دیگه، از بچگی همینجوری بودم. اشکال نداره، ان شاءالله چالش‌های بعدی. خب آقا اینم از چالش امروز. باختیم بعدم باختیم. چون مهران رو می‌بینی که باخته، بعدم باخته، بریم و پوش بترسونیمش. آجی کجا بودی خداییش؟ من اون بر پشتی بوته. نه سرویس شارژ این تمام شد. 3 بار 4 بار منظور رد شدم. من دقیقاً هر بار کردم دیدی؟ آره قشنگ داشت علی رفته بود لباسش عوض می‌کرد. من قشنگ می‌دیدم سکانسات. خب بچه‌ها معرفی می‌کنم. علیگریزی بازنده این چالش که با وجود اینکه لباسش عوض کرد رفت تو جمعیت زیر پتوام بود، یک انسان ایشونو لو داد و لو رفت. بچه‌ها جایزه شما نفری 100 یورو مبارکتون باشه. تو نه تو برو ببرم دست بده. حالا شما رو برنده شدم. نمیدم. این بود از ویدیو امروز. حتما نظرتون برام بنویسید و بگید که بازم خواهی موشک بگیریم یا نه. عشق منید، عشق کردید و تا یه ویدیو دیگه. بای بای.